مژده بدید، مژده بدید. پادشاه به دنیا آمد. پسر است، پسر. یزدان را سپاس، نوزاد تندرست است. سپاس یزدان. شاد باش میگویم. باید جشن بگیری. پیش از به دنیا آمدن شاه شده؟ اگر دختر بود چی؟ بله سرورم، پیشگویی کرده اند که نوزاد پسر خواهد. خوب نیست. گشتاسپ دوست و همبازی تو میشه پسرم و در کنار هم شمشیر زنی میآموزید. نمیتونی منو شکست بدی. من از تو خیلی نیرومند ترم. درود بر شما شهبانو. درود بر وزیر شهرو. فرموده بودید نزدتان بیایم. آری، خبر رسیده که تازیان بیابانگرد وارد خاک ایران شدند. دارایی دهقانان را چپاول می کنند، مردان را می کشند و زنان و دختران را به بردگی می برند. شوربختانه درست است. این انگشتر زمانی در دست پدرم بود. به نشانه برادری به هرمز بدهید و به او بگویید اگر سوگند وفاداری بخورد، موبدان و بزرگان را راضی می کنم تا او آزاد شود. نه نه نه، این انگشتر پادشاه است. گوهر سرخش هرگز فراموشم نمی شود. خودم در دستان ایشان دیده بودم. ما هر روز مبارزه می کنیم ولی همواره تو برنده می شوی گشتاسپ. تو بسیار نیرومند گشتی. بزرگترین مسئولیت من چیست؟ وظیفه تو به عنوان پادشاه پشتیبانی از مردم و ایران زمینه. دشمن، دروغ و خشکسالی میتونن یک کشور نیرومند رو از پا در بیارن. هرگز دشمن رو دست کم نگیر. اینو بدون اون لحظه که از نیرنگشون غافل بشی شکستت میدن. اینو بدون دشمن همیشه با سپاه به مرزها یورش نمیاره. خیلی زمانها دشمن همینجا میان ما نشسته. با ما میخوره، مینوشه و نیرنگ میکنه. من این بار یک پهلوان را شکست دادم. قربان، پیکی از شوش آمده. خبر رسیده که دشمنان به مرزهای ما یورش آوردند. سیاست وزیر شهرو و دربار ساسانی در این بازه پاسداری از مرزها و ایجاد آرامش برای شاهنشاهی ایران بود. از این رو سیاست پدافندی را پیش گرفتند و از لشکرکشی و پاسخ نظامی چشم پوشی می کردند. چون سخن به بیرون مرزهای ایران رفت که کودکی خردسال بر تخت ایران شهر نشسته است، همسایگان مانند روم و تازیان به فکر جولان دادن در مرزهای ایران افتادند. در این میان تازیان به دلیل کمبود آذوقه و پول برای یورش به مرزهای ایران انگیزه بیشتری داشتند. قبیله های ناحیه عبدالقیس، بحرین، کاظمیه و حجر در جنوب و جنوب غربی از دریا گذشته به کناره های دریای پارس و عراق میتاختند و با وارد شدن به خاک ایران به چپاول میپرداختند و مردم را در بند میکرده و به شبه جزیره خود باز میگشتند. اعراب در آن زمان بتپرست بودند و برخی ماه و خورشید میپرستیدند. تازیان به دلیل کمبود آب تنها در چند سرزمین می توانستند کشاورزی کنند و تنها محصول آنها خرما بود. تازیان بادیه نشین گاهی به خاطر کمبود آب با شیر شتر زندگی می کردند و به ندرت گوشت می خوردند. در چنین شرایط سختی حس ترحم نیز در آنها به حداقل رسیده بود. البته شرایط زندگی در سرزمین‌های خوش آب و هواتر مانند حجاز، عمان و یمن بهتر بود. از همین رو جنگیدن و راهزنی از افتخارات آنها به حساب می آمد. آنها همواره در بیابان در حال جنگ بودند. شیوه آنها بدین گونه بود که مردان را می کشتند و زنان را به بردگی می بردند. از شگفتی‌های فرهنگ عرب این بود که آنها بسیار به شعر علاقه داشتند و با اینکه بی سواد بودند شعر می سرودند. شعرهای آنها دو گونه بود: رجز که در جنگ می خواندند و غزل که در زمانهای دیگر استفاده می کردند. در هنگام جنگ عربها به هیچ کس حتی همزبان خود نیز رحم نمی کردند، تا جایی که وقتی قربت ابن مخلب فرمانده بلند قامت عرب به شوش یورش برد، از آن همه شکوه جز خرابه‌ای باقی نگذاشت. مردان را کشت و زنان را به بردگی گرفت. در خاور ایران نیز اوضاع بهتر نبود.
کوشانیان در گذشته پادشاهی نیرومند بودند، ولی در سده سوم میلادی از ساسانیان شکست خوردند و سرزمین آنها به خاک ایران افزوده شده بود. از آن پس پادشاهی دستشانده از خاندان ساسانی از سوی شاهنشاه ایران برای آنها برگزیده میشد. پیروز دوم کوشانشاه هنگامی که فهمید شرایط پادشاهی ایران نابسامان است، برای خود سکه زد و بر شاهنشاهی ساسانی و شاپور خردسال شورید. مردم جنوب ایران گلایه زیادی به دلیل یورش تازیان می‌کنند. ناتوانی ما دشمنان را گستاخ کرده. اکنون به خود جرأت تاخت و تاز در ایران را می‌دهند. تازیان بادیه نشین آنقدر مهم نیستند سرورم. به وقتش به سراغشان خواهیم رفت. مهم نیستند؟ یورش‌های پیاپی تازیان و اسارت زنان و کودکان امان مردم را بریده. اگر یک پارچگی و آرامش در پایتخت کشور باشد، در آینده جلوی دست درازی دشمنان به خاک ایران گرفته می شود. من نمیتوانم به دارایی و ناموس مردم ایران بی‌اعتنا باشم. اگر اجازه بفرمایید من به همراه خانواده‌ام به سوی جنوب ایران می رویم تا جلوی این متجاوزان را بگیریم. برای سامان دادن اوضاع و پایان دادن به تجاوز بیگانگان چه کسی شایسته تر از شما، پدر دوست و برادرم گشتاس؟ بهتر است اسپهبد سیاوش شما را همراهی کند. با این کار تیزفون از سپاه خالی می شود. برای پایتخت باید از سپاهان نیرو بیاوریم. با توجه به اینکه جاماسب و سوارانش هم در راه شوش هستند، بهتر است درنگ کنیم تا نیروها از سپاهان برسند. پیکی به سپاهان بفرستید و فرمان دهید بیدرنگ به سوی تیزفون بیایند. من هیچ وقت نتوانستم با برادرم هرمز دیدار کنم. آخر سر هم به ایران خیانت کرد و به روم فرار کرد. تو مانند برادرم هستی گشتاسب. این شمشیرها را به سفارش من در آهنگری دربار ساختند. این دو شمشیر نشان برادری ماست. یکی برای تو و دیگری برای من، تا همواره به یاد هم باشیم. دلم برای تنگ می شود برادر. من نیز دلم برای تنگ می شود. یزدان نگهدارت باد. به زودی همدیگر را خواهیم دید. و به یاد داشته باش در دیدار دوباره ما من از تو نیرومندتر شده و شکستت خواهم داد. در دیدار بعدی من یک جنگجوی واقعی شدم. هیچ وقت از تو شکست نمیخورم. نگران من نباش برادر. به زودی برمیگردم پیش تو. بدرود برادر. گشتاسب به همراه پدر و خانواده‌اش برای رویارویی با یورش تازیان به مرزهای جنوبی رفت. 1 سال پس از رفتن خانواده گشتاسب به جنوب، پیکی از سوی او با خبرهای ناخوشایندی به پایتخت فرستاده شد. باید شاهنشاه را ببینم. که هستی؟ پیغامت را به من بگو. مرا یاور شاپورشاه گشتاسب فرستاده. باید خبری مهم به شاهنشاه برسانم. سرورم، این مرد به دیدار با شما پافشاری میکرد و من اجازه ندادم. پادشاه را دیدی؟ بگو چه میخواهی؟ سرورم، خبر مهمی دارم. به وزیر شهرو بگویید بیدرنگ بزرگان را گرد هم بیاورند. خبرها گواه آن بود که در مرزهای جنوبی آشوبی برپا شده بود. تازیان باده‌نشین که سکوت ایرانیان در برابر چپاول‌هایشان را ناشی از ناتوانی آنها می‌دیدند، گستاخ‌تر شده و با نیروی بیشتری این بار به شوش یورش برده و از آن چیزی جز خرابه بر جای نگذاشته بودند. در این میان گشتاسب و پدرش به همراه سربازان دلیرشان با تمام وجود از مرزهای ایران زمین پاسداری می‌کردند، ولی شمار تازیان بسیار بیشتر از آنها بود. پس شما چه می‌کنید؟ ایران زمین که زمانی چون شیر ژیان تمام دشمنان را به زمین می‌زد، اکنون کفدارها از هر سو آن را دوره کردند. هر کدام تکه‌ای از جانش را به یغما میبرند. من دیگر خسته شدم. لشکری آماده کنید برای مقابله با دشمنان. خود به جنوب ایران خواهم رفت. فرزندم،
ورود پادشاه به جنگ روحی و انگیزه سربازان را زیاد می کند، ولی سرتاسر پادشاهی رو در خطر می اندازه. سرورم، تصمیم شما احساسی است. من و دیگر بزرگان چاره‌ای می اندیشیم. نگران نباشید. شما سالها زمان داشتید وزیر شهر. اگر منطق شما نتوانسته برای ما در همه این سالها راهگشا باشد، پس با تصمیم احساسی من پیش خواهیم رفت. لشکری را که فرمان دادم آماده جنگ نمایید. شاپور که از این رخداد بسیار خشمگین شده بود، شبها تا دیر هنگام تمرین میکرد تا در آخر توانست فرمانده نگهبانان کاخ را که از ماهرترین و قویترین جنگجوها بود چندین بار در نبرد آموزشی عقب براند و حتی یک بار شکست دهد. با وجود سن کم، شاپور قد بلند و بدن ورزیده‌ای داشت و مهارت نبرد او همه را شگفت زده کرده بود. در این زمان تنها یک انگیزه داشت: رویارویی با دشمنان ایران که سالها مرزهای ایران شهر را چپاول می کردند. همان گونه که فرمان داده اید 1000 تن از بهترین و زبده‌ترین اسواران سنگین اسلحه همراه با شماری از تواناترین پیاده های توانمند فراهم شده و در خدمت شما هستند. بهتر نیست نیروی بیشتری گردآوری نماییم؟ همیشه نیروی بیشتر برنده جنگ نیست. سپاه زیاد چابکیمان را میکاهد و نیز آذوقه زیادی میطلبد. زمان آن رسیده است که تازیان سرکش را به سزای اعمالشان برسانیم. فرمانده ی لشکر را خودش به دست گرفته؟ بله فرمانده. او که نوجوانی بیش نیست، به سادگی شکستش میدهیم. باید در نخستین نبرد کارش را یکسره کنیم. با کشتن شاه چپاول تیزفون هم ممکن می شود. سرورم، بهتر است فرماندهی را به یکی از اسپهبدان واگذار کنید. درست است که در تمرین‌های تن به تن عالی هستید، ولی میدان جنگ با دشمن زمین تمرین نیست. وزیر شاه رو درست میگوید سرورم. به دست گرفتن فرماندهی در میدان جنگ و نبرد نیاز به تجربه دارد و شما هنوز بسیار جوان هستید. اگر نبرد در برابر تازیان بادیه نشین به درازا بکشد و خدای ناکرده شکست بخورید، دشمنان از هر سو به خاک ایران میتازند و شاهنشاهی بزرگمان با دشواری روبرو می شود. فردا به همراه سپاهمان حرکت خواهم. خطرناک است. خطرناک سرپیچی از فرمان شاه است. کاری را که گفتم انجام دهید. شاپور برای نخستین تجربه جنگی خود از میان تازیان بادیه نشین به سوی قبیله ایاد در سواد رفت. ولی قبیله ایاد نفوذ زیادی در میان قبیله های دیگر عراق داشت و می توانست نیروهای زیادی را به کمک فرا بخواند. تازیان که فهمیدند شاه نوجوان و بی تجربه خود به جنگ آنها می آید، ابتدا از این واکنش ساسانیان شگفت زده شدند و به تمسخر شاه پرداختند. سپس ابن مخلب فرمانده عرب برای آن که زمان را از دست ندهد و با شکست دادن شاهنشاه بی تجربه ایران افتخاری بزرگ برای خود به دست آورد، با یاری دیگر قبیله ها بزرگترین سپاهی را که می توانست گردآوری کرد، به گونه‌ای که شمار سپاهیانش بسیار بیشتر از سپاه ایران بود. برای همین جرأت پیدا کرد و برای اشغال بخشی از خاک ایران به راه افتادند. در آن زمان ایران در فناوری فولاد گوهردار، آهنگری و فلزکاری بسیار پیشرفته بود و مهارت مهندسانش در جهان زبان زد بودند. تازیان با دیدن اسواران ساسانی که از پای تا به سر غرق در پولاد بودند شگفت زده شدند. ابن مخلب فرمانده عرب که اوضاع را چنین دید، ترسید افرادش پیش از رویارویی با سپاه قدرتمند و مجهز ساسانی روحیه خود را ببازند. شمار ما از آنها بیشتر است. آنها هیچ شانسی برای پیروزی برابر ما ندارند. از یک بچه شاه آهنپوش میترسید؟ پس از این سخنرانی ابن مخلب برگ برنده خود را رو کرد. او تایر نیرومندترین پهلوان خود را که هیچ کس یارای مبارزه با او را نداشت به میدان فرستاد تا با رجزخانی مبارز از میان ایرانیان طلب کند.
ز قسانیان طایر شیر دل، که دادی فلک را به شمشیر دل. به تاراج داد آن همه بوم و بر، کرا بود با او پی و پا و پر. برسام یکی از افسران زبده ایرانی به نبرد طایر پهلوان تازی رفت. نبردی خونین میان دو جنگاور در گرفت. ضربات کوبنده جنگجوی تازی پی در پی بر پیکر جنگجوی ایرانی فرود می آمد و امان او را بریده بود. با آنکه برسام چند زخم سطحی به جنگجوی تازی وارد کرد، ولی طایر بسیار نیرومندتر از او بود. پس از چند دقیقه درگیری ضربه های هولناک او برسام را به شدت زخمی کرد. عجب شمشیر خوش‌دستی است. این سزای کسی است که گمان می‌کرد تاب مقابله با من را دارد. او همانند شاه جوان و خوشخیال است. طایر با یک ضربه سهمگین سر از تن برسام جدا کرد. طایر پهلوان عرب در حالی که فریاد می‌کشید سر برسام را به سوی سپاه ایران پرتاب کرد. سپس به شاهنشاه نوجوان ایران ناسزا گفت: آیا کسی هست که جرأت نبرد با من را داشته باشد؟ یا اینکه همه شما از ترس خودتان را خیس نموده اید؟ طایر میخواست با درهم شکستن روحیه ایرانیان نتیجه جنگ را همانجا به سود تازیان رقم بزند. بهمن فرمانده دلیر ایرانی که مرگ دوست خود را دید، بیدرنگ برای کینخواهی برسام به نبرد با طایر شکاست. بار دیگر نبرد در گرفت. شمشیر طایر به هوا میچرخید و پی در پی بر نیزه بهمن فرود می آمد. او با مهارت ضربه ها را مهار می کرد و در پی فرصتی بود تا ضربه‌ای کاری بر مبارز تازی وارد کند. ولی نیروی بازوی جنگجوی عرب و ضربات سهمگین و ناگهانی او اجازه این کار را نمیداد. بهمن تمام مهارت خود را به کار گرفت و تلاش کرد برتری میدان را به دست بگیرد. اما این مبارزه تازی بود که پیروز شد و پیکر بیجان بهمن بر زمین افتاد. نفر بعدی چه کسی است؟ شاپور با دیدن این ماجرا بسیار ناراحت و خشمگین شد. سرورم، ما در مرزهای جنوبی شکست خورده ایم. بیش از نیمی از لشکریان را از دست داده ایم. گشتاس پیش از مرگ به من گفت که به سوی شما بشتابم و از شما بخواهم انتقامش را از دشمن بگیرید. مطمئن باش از دست پادشاه نمیتوانی جان سالم به در ببری. فهمیدی؟ انتقام گشتاسپ را خود خواهم گرفت. نه سرورم، هیچگاه شاهنشاه نباید در چنین مبارزه‌ای شرکت کند. اگر اشتباه کنید کشته میشوید. سرورم، بدون شما سپاه فرو میریزد. اگر آسیبی به شما وارد شود ما هرگز خودمان را نمیبخشیم. ای یاران من، ایران خانه ماست. دشمن به خانه و ناموس ما تجاوز کرده. در این شرایط من نمیتوانم دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر کشته شدن برادرانم باشم. به یاری یزدان نور بر تاریکی پیروز می شود. امروز یا میمیریم یا پیروز میشویم. شاپور که بسیار جوان بود و بی‌پروا، بیدرنگ به نبرد با جنگجوی تازی رفت. طایر که میدانست با کشتن شاه جوان افتخار بزرگی برای خود به دست آورده و نتیجه جنگ را به سود تازیان رقم خواهد زد، با تمام توان به سوی شاپور یورش بود. جنگ سختی در گرفت. طایر نیرومندترین پهلوان عرب بود و میخواست خیلی زود کار را یکسره کند، زیرا میترسید زودتر از شاپور جوان خسته شود. پس بی امان ضربه های هولناکی وارد میکرد. ولی شاپور جوان بسیار قوی‌تر و چالاکتر از انتظار او بود. نبرد پایا پای پیش میرفت و هر دو جنگجو زخم‌های کاری بر یکدیگر وارد کرده بودند.
تا آنکه طایر که بسیار میدان دیده تر و با تجربه تر بود ضربه‌ای بر قاساب شاپور وارد آورد و شمشیر از دست شاه جوان جدا شد و خودش به سختی زمین خورد. به برادرت هم گفتم از راهی که آمده است برگردد. او همانند تو احمق و بیکله بود و سقط شد. اینک نوبت پادشاه ایران است. برای ایران! پس از کشته شدن فرمانده روحیه تازیان ضعیف شد و در جنگ با ایرانیان به سختی شکست خوردند. گروهی پا به فرار گذاشتند و گروهی گرفتار شدند و بقیه از دم تیغ گذشتند. شاه جوان در نخستین کارزار خود پیروزی‌های زیادی به دست آورد. شاپور به شبه جزیره عربستان هجوم برد و بحرین و عمان را گرفت و تا میانه عربستان پیش رفت. شاپور برخی از قبیله‌های عرب را به داخل ایران کوچان تا از یورش دوباره آنها به مرزها جلوگیری کند. دیگر قبیله‌ها یا به داخل عربستان رانده شدند یا به زیر فرمان پادشاه درآمدند. تازیان که در این نبردها شاپور را می‌دیدند که بلند قامت و چهار شانه است، به او لقب ذوالأکتاف دادند. جنگ برای تازیان عبرت آموز بود و به بزرگان و دیگر همسایگان ایران نشان داد که شاپور با وجود سن کم توان پاسداری از مرزهای ایران را دارد. او پس از شکست دادن تازیان سرخوش از پیروزی به تیسفون بازگشت. ایران زمین یادگار نیاکان پاک و نیک سرشت ماست و ما باید از آن پاسداری نماییم. امروز به یاری یزدان تازیان را شکست داده ایم، ولی یادمان باشد که دشمنی بزرگتر و نیرومندتر داریم که سرزمین‌هایمان را اشغال کرده. ما به زودی روم را هم شکست داده و خاکمان را پس خواهیم گرفت. شاپور!